حتی خارجی هم 30 32 33. حالا خوب به نکته خوبی هم اشاره کردین. فقط چیزی که هستش عرض کنم آقای احمدی، من فکر کنم امروز دیگه جشن قهرمانی تراکتور دیگه تو خود تبریز هم برپا شد. همه دارن میبینن، یعنی تهش بود دیگه به نظرم دیگه. بله دیگه این جشن با شکوه هم انجام شد، ولی از فردا فکر میکنم باید عرض کنم تمام دغدغه مسئولین باشگاه تراکتور در رأسش خدای زنوزی مالک باشگاه، کادر فنی، کادر مدیریتی باشه که بتونن یه تیم قوی رو واسه فصل آینده توی سجاد آشوری هم 32 الان اشتراکاری 20. تور دروازه‌ام باز کردن. به تابلوهای تبلیغاتی هم رحم نشد. هوادار تعریف گدو Kalsın Azerbaycan.